به نام پروردگار بزرگ سلام بر همتان. روزای صحتمندی دارم. هر جا هستین خداوند همتان را حفظ بکنه. ایرج حمیدی هستم. امروز من در شهر مزار شریف در چوک سانچراکی قرار دارم در راسته برگر فروشی ها و امروز آمدیم از برگر میخوایم بر شما گزارش داشته باشیم. برگر یگانه غذایی است که هر وقت میتونی نوش جانش بکنی و ما امروز آمدیم بر شما یک گزارش از برگر وطنی مزاری براتون آماده کنیم و با ما در گزارش همراه باشید. همین لحظه دقیقاً من در جایی هستم که برگر آماده میکنن و با عزیزی که اینجا کار میکنه و برگر آماده میکنه امروز صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر. سلامت باشین. نامتون؟ تشکر. زنده باشین. البته نام است شفیع رستمزاده. شفیع جان رستمزاده. بله. چی میکنم یالا شفیع جان؟ مصروف برگر جوگان هستم. چند سال میشه برگر جور میکنی؟ مدت 20 سال میشه. 20 سال میشه. خودتان چند سال هستین؟ خودم باشم یک 33 34 هستم. 33 یعنی از 15 سالگی شما برگر آماده میکردین. او وقت هم دکان از خودتان بود یا جای شاگرد بودین؟ نه او وقت دکان از خودم نبود، جای کار میکردم، خلیفه کار بودم. فعلا خدا را هزار بار شکر میکشم که دکان از خودم است. مدت 10 سال میشه که دکانداری میکنم شخصی به خود. خیلی از خداوند خوش هستم. خدا را شکر هزار بار که دکان از خودم است، پرسنل دارم. خیلی بسیار خوب. چند نفر پرسنل داری؟ پرسنل ما شاید 13 نفر باشه. 13 نفر. امروز خودتان 14 تا. امروز خودم 13 نفر هستم. امروز خود 13. از کدام وقت روز شروع میکنین به کار؟ از ساعت چند تا ساعت چند هستین؟ تشکر. شما زنده و سلامت باشین. البته دکان ما از 6 صبح باز میشه تا 1 شب. تا 1 شب؟ البته ما دو تایمه کار داریم. با نفرای شب با کسی دیگه است که آمده کار میکنه. خود ما که هستیم از 6 صبح میایم تا 9 شب. بعد از 9 شب با کسی دیگه دکان تسلیم میشه تا 1 شب. بسیار خوب. 1 شب معمولا از کدام وقت شب تا کدام وقت شب زیادتر مشتری دارین؟ بعد از ساعت چند مشتریتون کمتر است؟ شما گفتین خود تا 1 بجه هستیم. ساعت‌های 10 بجه 11 بجه شب هم مشتریتون زیادتر است یا کمتر میشه نسبتا؟ نه شکر خوب است. بعد از 10 شب میشه مشتری است، مشتری میاد. بسیار خوب. روزانه چند سیر کچلو را چپس جور میکنین؟ تشکر ایرج جان. میشه خدا را شکر یک 70 سیر 60 سیر کچالو میره. 70 سیر 60 سیر کچلو. چند نوع برگر دارین؟ برگر قرمه‌ای داریم، برگر ماهیچه دار داریم، برگر کوفته دار داریم و مرغ بریان داریم و چیکن داریم، شورما داریم، جوس داریم. یعنی همش در خدمت خیلی چیزا دارین. شکر خدا. اینو برام بگین برگرایتون از چند شروع قیمتش؟ بلند قیمت زیادش چند از قیمت کمترش از کدام شروع از کدام قیمت؟ ایرج جان قند نال ما برای محصولا با برگر 30 و 40 هم جور میکنیم و مشتریای داخل دکان که میشنه برگر 50 و 100 50 و 100 و مرغ بریانی ما که از با 250 روپیه. محصولا باز برگر 30 و 40 و طبقه می دختراست دیگه. بالا از او خریدن نمیتونن. یعنی جای بر خانم هم دارین دادا؟ البته جای فامیلی هم داریم، جای زن هم داریم. بر ما اینو بگین که کدام وقت روز زیادتر فروشات دارین برگر؟ ایرج جان قند از 6 صبح که نام خدا مشتری می تا 3 بجه. خب برگر یک غذایی است که معمولا در هر وقت میشه نوش جانش بکنید دیگه، وقت معین نداره. ایرج جان قند محصولاست. محصولاست همیشه دفعتا نانشان میخوره با طرف کورسشان میره، طرف مکتبشان میره و زیادتر وقت کسایی که بعضی جای وظیفه داره در عاجل برگرشان جور میشه میخورن میرن سری وظیفهشان. بسیار خب. ما گپ زدیم این برگر برای کی آماده کرده بودین؟ این داخل برای یک مشتری روان یعنی جمان که یخ نکنه. چپس هستی چپس همین چپس هم داخل بره که یخ نکنه. خب اینو برام بگین که کدام برگرتون زیادتر خوش میکنن مشتریایتان؟ برگر البته برگر کوفته داری ما زیاد خوش میاد. برگر کوفته تان از گوشت چی آماده میکنید؟ این از گوشت گاو است ایرج جان. از گوشت گاو آماده میکنید. کمی طرفتر ببینید که تصویر خوبتر بیاد که ما بخی فکر میکنم فعلا برگر آماده. ایرج جان مشتری آماده برگر لوله میکنم. بسیار خوب بسیار خوب.
بر ما در مورد ازی بگین که در تابستان زیاد فروش دارین یا در زمستان؟ تشکر، زنده باشین. البته در تابستان که از روزا دراز است، فروشات ما خوبش است. خوبه. در گرمی هم برگر میخورن؟ یا خیلی زیاد. ما از زمستان که در بهار برگر زیاد سودا یعنی میکنیم. برگر یک غذای گرم است، در زمستان زیاد میچسبه، تو وطنی بگویم، اما تابستان هم میگیرن. ولی تابستان فروشات ما نسبت در زمستان در تابستان خوب است، به خاطر که روزا دراز است. چارش که نان خوردن بازم ساعتای 3 بجه بازم 4 بجه کش نمیشن، آماده یک ناشتا میکنن. بسیار خوب. به می خاطر فروشات ما در بهار خوب است. این شب روز چطور فروشاتتان؟ شکر خوب است. این شب روز هم خوب است. البته بعد از این قرنطینه که این بازارها خراب شدن، نسبتا مرزا بند است، جنس هم قیمت است، همه چیز قیمت است. یک سر کچولو رو چند میگیریم؟ فعلا یک سر کچولو 130 روپیه میگیریم. 130 افغانی. وقتایی هم که بود یک سر کچولو 270 شده بود. اون وقت باز در برگرتان در قیمتش تغییرات آورده بودین؟ البته در برگر ما هیچ وقت تغییرات نامدیم که 350 روپیه هم یک سر کچولو را خریدیم. باز اون برگر 50 بوده. به خاطر از اینکه دکان مشتری داری است، نمیتونیم که ما قیمت کنیم و نمیتونیم که چیپس و چیزایش هم کم کنیم. خب البته یک 2-3 ماه یا 4 ماه که قیمت میشه هم رو ما در گردن میگیریم. بسیار خوب. از کدام مواد در برگرتان استفاده میکنید؟ بدون چیپس دیگه چی است؟ البته چیپس ما مساله خاص داریم، مساله خاص میکنیم. البته بازاری نیست. آها. و دویم دیگه این چتنی را، این چتنی هم خودی ما جور میکنیم. بسیار خوب. این گوشت کوفته ما هم خودی ما گوشت میخریم، با دست خود به ماشین روان میکنیم، جور کردم میاریم. بسیار خوب. البته چیزی را ما از بازار نمیگیریم تا که زیاد مجبور نشیم یا گارسونای ما نبیم، نفری ما کم باشه، اون وقت میتونیم از بازار بگیریم. در غیر صورت ما کوشش میکنیم که همه چیزی را خودی ما تهیه کنیم با دستای خود ما. بسیار خوب. خودی ما که تهیه کنیم با دیگه چیز از بازار که بگیریم، همه چیز از خود با کیفیت نیست. مشتریاتون چطور است وقتی برگرتون نوش جان میکنن؟ چی میگن؟ از راضی هستن از مزه برگر؟ والا شکر خدا، دمی 10 سالی که اینجا دکان دارم و همه مشتری ما که رجا فرستان کنین، کلی از پیش ما خوش هستن. بسیار خوب. دمی 10 سال که اینجا کار کردین، دمی دکان یک خاطره دارین؟ یگان مشتری اومده باشه، یک کار جالب انجام داده باشه، خاطره به یادتون هست فعلا؟ او تو خاطره خاص خو ندارم، چی بگیم برای دیگه. یگان وقت ایتو شده که یگان کس آمده باشه برگر خریده باشه باز پولش نداده باشه رفته باشه؟ او رقم میشه. اگه وقت مشتری های آمده برگر نوش جان میکنن، بعد از او خیس هم که رفتن ما پیشی صدا هم نکردیم که پیسه برگر ببریم. با 1-2 روز بعد تیر شد با پاس آمده پیسه برگر طبیعی گفتم کدام پیسه را؟ گفت اون روز برگر خوردم خیس رفتم پشتیم صدا هم نکردی که بیا پیسه برگر بده. بسیار خوب. اگه برای یک برگر آماده کنی کدام برگر فعلا آماده میکنی؟ هر قسم برگری که خودت فرمایش بدی رقم یک برگر برید. من خو نمیگم یک امو برگر که خودتان دوست دارین، امو فروش خوب مزه دار است، امو برگر برام آماده کنین. درست است. 1000 دفعه چرا نه؟ شما آماده کنین رفیق جانم میگم تصویرش بگیره. درست است. درست است. بسیار خوب. حالا برام برگر آماده میکنن و وقتی که آماده شد نوش جان کردیم و حتما وقت براتون میگیم که مزهش چطور است. درست است. شما ببینیده باشین که چگونه آماده میشه. بیننده های عزیز، برگر ما هم آماده شد. این برگر است که در قاب است و این هم برگر لوله. خیلی تشکر، خیلی زحمت هم کشیدین شفیع جان. کدام گپی نیست. شما خوش آمدین به دکان ما. این کدام برگر است؟ قیمت چند است؟ و این برگر مواد از این خوب گوشت است و گوشت مرغ و چپس و ترکاری. در بین از این برگر چی ماندین؟ البته برگر کوفته دار است. چپس و کوفته و تخم و ترکاری است. بسیار خوب. این قیمتش چند؟ این قیمتش 50 افغانی است. و این برگر ما قیمتش 100 روپیه است به خاطر اینکه یک دانه ماهیچه داره. یک تا ماهیچه مرغ داره. کدام از اینا رو زیاتر مشتریایتان میپسنده، خوش میکنن؟ لوله را زیاد میخرین یا برگر قاب؟ کسایی که به دکان بشینه به خواب میخوره، کسایی که سفری باشه میگه لوله کو گرفته میری ماجر. خب این 50 افغانی این گفتن چند افغانی؟ 100 افغانی است. 100 افغانی. اگه اجازه باشه نوش جان کنم.
کدامش نوشجان کنیم میره یا ایره؟ در خدمت سر کدام شکل بیاین امین برگر لولا را نوشجان میکنیم، چون وقت نام برگر میگیریم همیشه و یاد ما برگر لولا میآید و ما این برگر یک اجازه باش نوشجان کنیم. نام خدا گرچه من کم سیرم بودم خیلی خوشمزه است برگر. این دلیلش چی است که اینقدر خوشمزه را جور میکنید چپس از ایره؟ البته ما که هستیم اینجا چند قسم کچولو هست و کچولوی دیزچین میگیریم کلان کلان به خاطر چپسش خوبش میه و دویم دیگه تازه تازه پخته میشه، این دیر نمیمونه چپس به پیش ما. اما یک دیگه چپسی که میبره مشتری شکر داریم در و دیر میشه، این تو کونه نمیشه یا یک ساعت یا نیم ساعت با پانوس چپسی ما نمیمونه، شاید مدت یک دقیقه اگه بانه ورم با این خاطر بسیار من گفتم که دلیلش همیست مزدار است. از این گوشت مرغش هم یک کم نوشجان کنم که اینم خوشمزه آماده شده. بر ما بگین که این برگرهای که آماده میکنید خودتان هم از این برگر نوشجان میکنید؟ بله من ما خودیم هر وقت گوشت نبانیم از این برگر نوشجان میکنیم. چاشتانه معمولا برگر میخورین یگان چیز دیگه هم نوشجان میکنید؟ در طول یک هفته البته شاید 3 بار شما برگر بخورم. برگر خودتان نوشجان؟ بله برگر خودمون نوشجان میکنیم. بسیار خوب، خیلی تشکر از اینکه بر ما وقت دادین، خیلی ممنون، زحمت کشیدین، خیلی تشکر و همیشه موفق باشین، در کارتان برکت. شما زنده و سلامت باشین، خیلی ها خوش آمدین به سخی برگر و در آخر میگم یک سلام خاص تقدیم میکنم به وید عزیزای دلی که تلویزیون آرزو را بیننده هستند. امیدم که سلام های ما شفیع رستمزاده از صمیم قلب همه ایشان پذیرا شوند. تشکر، سلامت باشین و ممنون از شما عزیزایم که همیشه گزارش های ما را بیننده هستین. اگر میخواین که گزارش های بعدی ما را هم بیننده باشین، چینل صفحه ما را سابسکرایب بکنین و زنگوله را فشار بدین تا گزارش بعدی همتان بالای پاک و بینیاز میسپارم. همیشه شاد و موفق و سرحال بمانید.